امروزه الحمدلله که همه طالب امر معروف و نهی از منکر هستن، گوش کنین، جامعه آباد می شود، با ترتیب می شود، با معرفت، با مدنیت می شود. نه اینکه از این گوش کردن رقص بازی و موسیقی مردم خسته شده، دلگیر شده از مردم از این فحشا. انس بن مالک از رسول خدا حدیثی را فرمود که پیغمبر خدا گفت که در ماه شریف رمضان هر کسی که در مجلس علم 1 ساعت هم نشین باشد، ثواب 1 ساله عبادت در نامه اعمال او ثبت می شود. مجلس علم الحمدلله که همین حاضر مجلس علم است، این همین سخنهای رسول الله، سخنهای خداوند، قولهای مجتهد همین علم است. امر به معروف در هر کجا باشد همون هم مجلس علم است. در هر کجا که امر به معروف است و نهی از منکر است، بنده مسلمان چی خیلی که ماهی تشنه آب است، ماهی در قمیستان می تپد، زبانش از حلقش می بروید، حرکت میکند که به آب خودش نزدیک کند. مسلمان باید همین خیلی تشنه امر معروف و نهی از منکر باشد، تشنه باشد، حرکت کنه که در یک مجلس یک عالم باشد، حرکت کرده همه کارش ترک کرده برود تا که یک حلال حرام از دهان او عالم بشنود، تا که بشنود که اون عالم قال الله میگوید، قال رسول الله میگوید، خدا چی گفت و رسولی او چی گفت. همه وقت مسلمان باید تشنه امر معروف و نهی از منکر باشد. امروز الحمدلله همه تشنه امر معروف و نهی از منکر است. مسجدها همه خدا را شکر پر هستند، امر به معروف و نهی از منکر گوش میکنن. همه انسان امر معروف و نهی از منکر فرض است، همه باید که امر معروف و نهی از منکر کنند، همه مسلمان، فقط یک ملاها و داملاها و عالمها نه. امر به معروف در گردن همه مسلمان فرض است. یک شخص دیدی که بیراهگی میکنه، او را بگو برادر مسلمان این کارا نکن، این فعل مسلمان نیست، همین امر معروف است. یا یک کس دیدی بینماز است، بگو ای برادر تو جوان خوبی زیبا هستی، من نمیخواهم که تو فردا روز قیامت آتش دوزخ بسوزی، خاکستر بشی. تو نماز بخون، خالق خودت بشناس که این دنیا با کسی وفاگی نکرد، با پیغمبری خدا وفاگی نکرد. یا یک کس در صف راست نایستاد، او را بگو برادر در صف راست بی، همین امر معروف است. امر معروف و نهی از منکر در گردن کل مسلمان فرض است، خواه عالم باشد خواه نادان باشد. نادان هم کی باشد، یک کس دید عرق می نوشه، او را منع کنه که ای مسلمان، تو مسلمان هستی، مسلمان زاده هستی، باب و اجدادی تو مسلمان آمد، این را خدا در قرآن حرامش گردانیده است. تو اگر این را نعوذ بالله حلال بگوی کافر میشه، زن طلاق میشود. اون مسلمان باید بفهماند این را بر مسلمان دیگر، بفهمانه با او که من نمیخوام که تو آتش دوزخ بره، من نمیخوام که خدا به سر تو بلا و مصیبت بیاره، من میخوام که تو مسلمان باشی، من میخوام که تو آتش دوزخ نروی. در گردن همه مسلمان امر معروف و نهی از منکر فرض است. امروزه الحمدلله که همه طالب امر معروف و نهی از منکر هستن، گوش کنین، جامعه آباد می شود، با ترتیب می شود، با معرفت، با مدنیت می شود. نه اینکه از این گوش کردن رقص بازی و موسیقی مردم خسته شده، دلگیر شده از مردم از این فحشا. مسلمان باید که تشنه این چیزها باشه.